سهراب اینجا دل زد به دریا، گفت هرچی باد باد، از لشکر میزنم بیرون، اگر کسی پرسید میگم میرم هواخوری. پیرمردی، باغبانی، بازرگانی، بالاخره یکی رو میبینم، میگم منو ببر زابل، یا به ضرب شمشیر یا با پول. منو ببر زابل، پدرم پیدا میکنم. هیچ نقشه بهتر از این نیست. آره همین کاره میکنم. آره برای اولین بار هر که رو دیدم، یا پول یا زور، میگم منو ببر زابل. آره خوب فکریه. اومد یه خورجین برداشت انداخت روی سمند، خورجین رو داره پر میکنه، از تاریکی پیران داره نگاه میکنه. گفت چرا سهراب داره باربونه میبنده، هر کجا بخواد بره میره سر قبر داییش ژندرز. ببین فکرش کجا رو میخونه. پیران مغز متفکر در شاهنامه. آره همین. سهراب آماده، خورجین پر سوروسات و علیقه، آماده حرکت. این خبر او درود به صلوات سهراب. گفت من میرم برای هواخوری. خب حالا من که دارم میرم، برم سر قبر داییم ژندرز یه خداحافظی مثلا بکنم. همین که داشت میومد دیدی که همچی میکنه، ژندرزم جوان، ژندرزم بیگناه. سهراب گفت این کیه؟ من به ژندرز نزدیکتره. اینطوری قبر پیچید، دید پیرانه. به به پیران بلند شو، شاه به یزدان کیوان خدی بگی بلد نیستم، بخوای حواس من پرت کنی، بخوای راه رو اشتباه کنی، شقت میکنم، بیفت جلو من ببر زابل، زود باش. پیران باش، هیچ راهی نداره، یه کوره راه. پیران جلو، سهراب عقب. به پیران گفت تکون بخوری زدمت.